سلام به دوستان عزیز، به کانال راستینرژی خوش آمدید. امروز میخوام درباره ذخیره کردن برنامه مورد علاقهتان یا فیوریت در ماشین لباسشویی LG رو براتون آموزش بدم. خب همونجور که میبینید اول باید دکمه خاموش روشن بزنید. بعد که زدیم برنامه‌مون رو انتخاب میکنیم. مثلا من میخوام اسپورت ویر رو انتخاب کنم. خب بعد ما هر تنظیماتی که بخوایم رو میتونیم روی این برنامه ها انجام بدیم. مثلا اگه همونجور که بهتون گفتم این سمت برنامه های بخار باشه، اگه سیستم بخار روش فعال باشه ما میتونیم سیستم بخار فعال کنیم، یعنی بزنیم تا فعال شه. بعد میتونیم نحوه شستشومون رو تایم سیو یا اینتنسیو یا نرمال بذاریم. بعد میتونیم دمامون هم تغییر بدیم تا 40 درجه سانتیگراد بیشتر دمای ما در برنامه اسپورت ویر تغییر نمیکنه و آب کشیش هم تا هر چقدر که بخوایم میتونیم تغییر بدیم. و یه چیزی که ممکنه خیلی این موضوع رو ندونن ولی من در این ویدیو بهتون میگم، شما میتونید در این ماشین لباسشویی LG تا حد اکثر رفتین یه بار دیگه دکمه زدین، شما میتونید مرحله رو از شستشو حذف کنید. یعنی الان فقط مرحله شستشو خشک کنه و شما الان اسپین رو میتونید تغییر بدید تا 800 هم بیشتر نمیره. و حالا شما این دکمه بذارید نزدیک کنم، اینجا نوشته فیوریت. خب ما الان فیوریت رو چند ثانیه فشار میدیم. خب الان ببینید یه بوقی از ماشین لباسشویی اومد بیرون. این نشون میده که برنامه ما ذخیره شده است. حالا ما لباسشویی رو خاموش میکنیم، یه بار دیگه روشن میکنیم و حالا اگه شما دکمه فیوریت رو بزنید ببینید همون تغییراتی که ذخیره کرده بودیم الان برامون بالا میاره با فشار دادن دکمه فیوریت. خب دوستان ممنون که همراه ما بودین. لطفا کانال راستینرژی رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو لایک کنید و زنگوله کانال ما رو هم بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.